تصور کن یه دفتر برنامه‌ریزی خوشگل داری. صفحه‌هاش تمیزه، خودکارت روون می‌نویسه، برنامه‌ت دقیق، ساعت بندی شده، حتی رنگی رنگیه. اما آخر شب که میخوای دفتر رو ببندی، میفهمی تقریبا هیچ کدومش اجرا نمیشه. سوال اینجاست: اگه قرار نیست اجرا کنیم، اصلا چرا برنامه ریزی میکنیم؟ برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی ما تصمیم بگیریم چه کاری مهمه، کی انجامش بدیم و به چه ترتیبی. ولی یه سوء تفاهم بزرگ وجود داره. بیشتر ما فکر میکنیم برنامه ریزی مساویه با قدم برداشتن، در حالی که برنامه ریزی فقط نقشه است و نقشه هیچ وقت آدم رو به مقصد نمیرسونه، بلکه قدم گذاشتن تو مسیر میرسونه. حالا بریم سراغ دشمنهایی که نمیذارن ما نقشه هامون رو عملی کنیم. اولیش برنامه‌های غیر واقعیه. ما معمولاً برنامه می‌ریزیم برای خود ایدئالمون، نه خود واقعیمون. خود ایدئال همیشه پر انرژی، حواس جمع، بی درد سر. ولی خود واقعی زود خسته میشه، حواسش پرت میشه، حالش همیشه خوب نیست. وقتی برنامه با واقعیت نخونه، شکست جلوتر از همه اومده. دومی کمالگراییه. میگیم اگه قرار انجام بدم باید عالی باشه و نتیجه هیچ وقت شروع نمی کنیم. در حالی که اجرای ناقص 1000 بار ارزشمندتر از برنامه بی‌نقص اجرا نشده است. سومی و مهمترین ترس پنهانه. بعضی وقتا اجرا نکردن تنبلی نیست، ترسه. ترس از قضاوت شدن، شکست خوردن، اینکه بفهمیم اونقدرها هم خوب نیستیم. برنامه ریزی به نظر ساده است، اما طبق برنامه عمل کردن شجاعته. یه عده از ما معتاد برنامه ریزی میشیم. برنامه میریزیم چون حس مفید بودن میده، وجدانمون رو آروم میکنه، احساس پیشرفت میکنیم بدون پیشرفت واقعی. اینجاست که برنامه ریزی تبدیل میشه به بهانه شیک برای عمل نکردن. برنامه ریزی به خودی خود ارزشی نداره مگر اینکه فقط یک کار بکنه: عمل کردن رو ساده تر کنه. برنامه ریزی خوب تصمیم گیری رو حذف میکنه، مقاومت ذهنی رو کم میکنه، شروع رو آسون میکنه. اگر برنامه‌ت باعث نمیشه راحت تر شروع کنی، اون برنامه نیست. اون فقط یک لیست آرزوهاست. حالا چطور برنامه‌مون رو اجرا کنیم؟ اول از همه برنامه‌ریزی برای شروعه، نه پایان. به جای اینکه بنویسی 2 ساعت ورزش میکنم، بنویس لباس ورزشی رو بپوشم، بعد کمی راه برم تا بدنم گرم بشه. شروع کردنی که سخت ترین بخشه. دومی قانون 10 دقیقه است. به خودت بگو فقط 10 دقیقه انجامش میدم. 90% مواقع بعد از 10 دقیقه ادامه میدی، چون مقاومت اولیه شکسته شده. سومی برنامه ریزی کردن با نسخه خسته خودت هست. از خودت بپرس اگه حالم بد بود حداقل چی رو میتونم انجام بدم؟ اون میشه برنامه واقعی. و چهارمی شروع کردن قبل از انگیزه داشتنه. انگیزه معمولاً بعد از شروع میاد، نه قبلش. منتظر حس خوب نمون، شروع کن، حس خوب خودش میاد. برنامه ریزی کردن قرار نیست زندگیمون رو یک شبه تغییر بده. اجراست که تغییر میده. برنامه فقط چراغ قوه است. این خود تویی که باید راه بری. پس از امروز شروع کن برای خود واقعیت برنامه ریزی کنی. ولی هر برنامه‌ای که میریزی حتما اجراش کن.
حتی ناقص، چون پیشرفت از اجراهای ناقص ساخته میشه، نه از برنامه‌های خیلی کامل و زیبا.